نقطه سیاه پیدا می شود. وقتی بنده یک گناه می کند، در قلبش یک نقطه سیاه پیدا می شود و اگر توبه کند و از آن گناه دست کشد و استغفار کند، قلبش پاک کرده می شود و اگر دوباره آن گناه را انجام داد، آن نقطه سیاه دوباره پیدا می شود و اگر زیاد گناه کند، آن سیاهی زیاد کرده می شود تا جایی که تمام قلبش را سیاه می کند و قلبش زنگ می زند. سخن الله تعالی را بخوان که چی می گوید. هرگز چنین نیست، بلکه آن عملهای بدی که می کردند بر قلبهایشان زنگ بسته است. هرگز چنین نیست، به درستی که آنها آن روز از دیدار پروردگار خود محروم باشند. آه از خطر گناهان. برادران و خواهران، چه چیزی سبب خارج شدن آدم و حوا از جنت شد؟ چه چیزی سبب رانده شدن ابلیس از رحمت الله شد؟ چه چیزی سبب هلاک شدن فرعون، قارون و هامان گردید؟ چه چیزی سبب هلاک شدن قوم نوح گردید؟ چه چیزی سبب هلاک شدن